میخوایم یک کولر بسازیم. به نام خدا، من ابوالفضل شجاعی هستم از کانال الکترونیک کرافت. امروز قراره با کمترین امکانات یه عدد کولر جیبی بسازیم. خب یه دونه فن نیاز داریم، یه دونه کلید راکر، مقدار سیم و 5 تکه چوب که به این شکل ها برش داده شده، یا کارتون یا تخته PVC. از هر جنسی میتونید استفاده کنید، یا تا جنس خود بطری. خب برای ساختش اول فنو به این شکل داخل اینا جا میزنید. این سمتی که باد میده باد به سمت داخل باشه. به این شکل جا میزنید قشنگ و بعد با چسب قطعه‌ای اینو میچسبید. خب قشنگ دور تا دورشو چسبمالی کنید که محکم باشه و کنده نشه. هرچی بیشتر چسب بزنید محکم‌تر. خب یا شما یکم کج چسب بزن، مهم نیست، خوبه. بعد اینکه اینو چسب زدید به این شکل، کافیه که این چوبا رو هم به این شکل چسب بزنید، دقیقا به همین شکلی که میبینید این دو تیکه چوب. الان من چسب میزنم، ویدیوش بعد اینکه این سمت رو چسبوندید، این سمت دیگر هم دقیقا به همین شکل میچسبونیدش با چسب قطره‌ای یا هر چسبی که داشتید. بعد اینکه اینا رو به این شکل چسب کاری کردید، یه دونه اندازه این کف میبرید و اینجا چسب میزنید. خب بعد اینکه اینو به این شکل چسب زدید، این گوشه موشاش متاسفانه مشکل داشت و بسته نشد که از این سمت و مشکلی نداره. برای این سمتش باید 4 تیکه چوب ببرید تا سرما رو بهتر پخش کنه. خب بعد از اینکه همچین چیزی ساختید، همچین چیزی باید برش بزنید برای این پشتش که این پشت رو به طور کامل بپوشونه. فقط یه نکته است که اینجا یک قسمت کوچیک باید باز بذارید که هوا رو بکشه داخل. خب نتیجه نهایی همچین چیزی میشه. خب الان بریم برای سیم کشیش. خب برای سیم کشی یه دونه از این دوتا سیمی که مال فنه رو به یک طرف دکمه یا کلید وصل میکنیم و لعین میکنیم یا چسب میزنیم. بعد از اینکه اینو به یک سم وصل کردید، اینو باید به یه جا چسب بزنید. خب بعد از اینکه همچین چیزی رو ساختید، شما نیاز به یک کابل شارژ یا باتری دارید، بسته به استفاده خودتون. من از کابل شارژ استفاده میکنم که یه سرشو بریدم و مثبت منفیشو که برق دارن رو جدا کردم. خب فقط کافی یه سرشو به سیم مشکی بزنم. توی فن زیاد مثبت منفی مهم نیست. یه سرشو به سر مشکی میزنم و سر دیگه‌ش هم به پایه دیگه دکمه. خب دوستان، نتیجه همچین چیزی شد که فقط کافیه این سر رو به شارژر یا پاور بانک بزنید و این کلید رو روشنش کنید و از این سمت باد خنک رو دریافت کنید. تستش هم براتون داخل شورت ویدیو هم میذارم. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو تماشا کردید. چنل رو حتما سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. خدا نگهدار.